سخنانی که از سیدنا حسین و از اهل بیت ایشان قبل از شهادت و بعد از شهادت در مورد اینکه اهل کوفه کیا بودن و چطور سیدنا حسین رو به شهادت رساندن. از اولین کتاب شروع میکنیم، کتاب الاحتجاج از طبرسی، از اسطوانه های شیعه است، خودشون چاپ کردن، در صفحه 28 جلد 2. در اینجا از زمان علی ابن الحسین و از زبان حسین در اینجا مطالبی رو آورده. مثلا میگه یا ایها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون انكم كتبتم الى ابي و خدعتموه. علی ابن الحسین میگه که ای مردم، شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید که شما بودید که به پدرم نامه نوشتید و او را فریب دادید؟ اگر حسین، اگر زین العابدین اینا علم غیب میداشتن، خب باید میدونستن که داره اونا فریب میدن اینا رو. به هر حال و اعطیتموه من انفسکم العهد والمیثاق والبیع، شما عهد بستید، میثاق پیمان بستید، بیعت کردید، بعد از اون چیکار کردید؟ و قاتلتموه، او رو کشتید، و خذلتموه، او رو ذلیل کردید، فتبا لكم ما قدمتم لانفسکم و سوءا لرأیکم، برباد شوید شما، ذلیل شوید شما آنچه که با خود کردید و رأی و نظر شما نابود باد. بأیة عین تنظرون الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، با چه چشمی فردای قیامت به پیامبر نگاه میکنید؟ یقول لکم، که پیامبر به شما بگوید قتلتم اطرتی، اهل بیت مرا کشتید، و انتحکتم حرمتی، حرمت مرا زیر پا کردید، فلستم من امتی، شما از امت من نیستید. بعد از اون فقال علی ابن الحسین هیهات ایهات ایها الغدرة المکره، هیهات ایهات، ای انسانهای غدار، ای انسانهای مکار. داره به کی میگه؟ داره به شیعیانش میگه. حیل بینکم و بین شهوات انفسکم، که شما در بین حسین و بین شهواتی که در نفس شما وجود داشت، شما شهوتهای خودتان را پسندیدید. اتریدون ان تأتوا الی کما آتیتم الی آبائی من قبل، آیا میخواهید که باز به سوی من بیایید و همانطوری که پدران من را فریب دادید، علی رو، حسن رو، حسین رو فریب دادید، میخواهید من رو هم فریب بدید؟ کلا و رب الراقصات الی مینا، به خدا قسم که من فریب شما را نخواهم خورد. فإن الجرح لما يندمل قتل أبي بالأمس وأهل بيتي معه فلم ينسني سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكل أبي وبني أبي وجدي شق لهازمی. در صورت میگه که شما اهل خیانت هستید، اهل غدر هستید، پدر من رو دیروز کشتید، اهل بیتش رو کشتید، شما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کشتید. ببینید دوستان عزیز، در اینجا این مطالب رو علی ابن الحسین بیان میکنه. تشکر میکنم از عزیزان. همین مطلب رو در کتاب اعیان شیعه در اونجا هم میتونید ببینید. کتاب اعیان شیعه است، صفحه بعدش، اینا مؤلف کتاب محسن امین، که در اینجا همین مطلب رو به شکل واضح ذکر میکنه. در اینجا میگه که بعد از اون از اهل عراق 20,000 نفر با حسین بیعت کردن و بعد از اون بر علیه او خروج کردن و بیعت او برگردنشان بود. فقتلوه، بعد از او رو کشتن. این مطلب رو در اینجا ذکر میکنه. بحثم چی است؟ فی الاشاره الى بعد ما وقع على اهل البيت و شیعته من الظلم والاضطهاد فی الدولة الاسلامیه. تشکر میکنم دوستان عزیز. مطلب دیگر
در کتاب تظلم زهرا، این کتاب مؤلفش رضی قزوینی است از علمای شیعه، در اینجا هم همین مسئله رو ذکر میکنه در صفحه 298. دقیقا همون عبارات هست. تشکر دوستان عزیز. لوائج الاشجان از محسن امین، در اینجا هم همین مطلب ذکر میشه. میگه که ایها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون انكم كتبتم الى ابي وخدعتموه. بعد از اون میگه که شما را قسم میدم به الله، میدانید که شما به پدرم نامه نوشتید، با او بیعت کردید، با او عهد بستید، میثاق بستید، بیعت کردید، بعد از اون رو کشتید. این آل شیعیان است در طول تاریخ. تشکر دوستان عزیز. مقتل الحسین از یکی دیگر از علمای شیعه، این هم تصویر مؤلف است. اینجا هم در اینجا بیان میکنه که در صفحه 317 که شیعیان بودن که حسین رو در کربلا تنها گذاشتن و در کنار، به خاطر پول در کنار لشکر عبیدالله ابن زیاد قرار گرفتن و چیکار کردن؟ حسین رو کشتن. تشکر دوستان عزیز. مقتل حسین کتاب دیگری است. در اینجا هم در صفحه 92 همین مطلب ذکر شده. تشکر میکنم. دوستان عزیز، من این تعدد کتاب ها رو فقط به خاطر این میارم که ببینید که این مطلب در یک کتاب نیست. منتهی الآمال و تواریخ النبی و الآل در اینجا هم ذکر شده. در صفحه 572 خطبه امام سجاد. تشکر دوستان عزیز. در کتاب موسوعت عاشورا هم از کتب معتبر شیعه در تاریخ اهل بیت از جواد محدثی نوشته. در اینجا هم همین مطلب در اینجا هم ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. نفس المحموم در این کتاب هم آشیخ عباس قمی نوشته این کتاب رو. در اینجا هم این مطلب اومده. با الفاظ مختلف، اما تقریبا همه مثل هم هست. تشکر میکنم دوستان عزیز. پس این همه مصادر شیعه که خدمت شما ذکر کردم که بیش از 9 مصدر هست، همه اینها ثابت میکنه که شیعیان بودن که بیعت کردن، شیعیان بودن که به خاطر پول بیعتشون رو شکستن و در کنار لشکر دشمنان حسین قرار گرفتن و او را به شهادت رساندن. از زبان حسین رضی الله تعالی عنه هم در این کتاب، در کتاب مقتل حسین، در صفحه 175 در اینجا هم وقتی که امام حسین در راه کوفه بود، میگن کسی براش نامه فرستاد که ای فرزند رسول الله، با پدر و مادرم فدای تو در این سرزمین چی کار میکنی؟ و ایشون بعد از اینکه خبردار شده بودن از خیانت اونها، میگن که اینها اهل خیانت هستن و اینها ذلیل میکنن و خوار میکنن مؤمنین را. تشکر میکنم دوستان عزیز. و همچنین از زبان سیدنا حسین در این کتاب منتهی الآمال هم همین مطلب در اینجا هم ذکر شده که ایشان میگن که قبل از شهادتشون، میگن وقتی که تیری به طرف فرزند ایشان انداختن و ایشان را به شهادت رساندن، فبک الحسین، حسین گریه کرد و قال اللهم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرنا فقتلونا. یا الله تو حکم بکن بین ما و بین قومی که
ما را دعوت کردند که ما را کمک بکنند، اما ما را کشتند. تشکر میکنم دوستان عزیز. مطالب اول از امام زین العابدین بود، امام سجاد، و این مطالب رو هم از خود امام حسین خدمت شما عزیزان در اینجا نشان دادم. حتی ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، دختر ایشان، در بهارالانوار روایاتی که وجود دارد در اینجا در صفحه 428 که ایشان هم همین رو میگن که وای بر شما ای اهل کوفه که شما علی رو ذلیل کردید، اهل بیت رو ذلیل کردید، و حتی در صفحه بعد ذکر میکنه که حسین به شما اعتماد کرد، شما او را فریب دادید، بیعت کردید، و از شیعیان در اینجا به بدی یاد میکند. تشکر دوستان عزیز. دقیقا همین مطالب رو از ام کلثوم بنت الحسین در بهارالانوار، در تظلم زهرا، در لوای الاشجان، در مقتل حسین، در نفس المحموم، در این کتاب ها هم می توانید ببینید. من فقط به همین یک مصدر اکتفا می کنم، به خاطری که وقت برنامه گرفته نشه. دوستان عزیز، قبل از اینکه وارد اصل موضوع برنامه بشیم، تا اینجا ثابت شد که قاتلین حسین خود شیعیان هستن. یک دوست دیروز میگفت که اینا چرا اینطوری دارن خودشون رو میزنن؟ گفتم به خاطر اینکه اینا حسین رو کشتن، جد اندر جدشون احساس گناه میکنن، احساس ندامت میکنن، و این عقوبتی است که الله سبحانه و تعالی به سبب دعای حسین که دعا کرد در حق شیعیان و این خفت و ذلت و خواری، جد اندر جد در بین شیعیان تا قیامت ادامه خواهد داشت که اینا باید خودشون رو بزنن. به خاطر توهین به اصحاب رسول الله، به خاطر توهین به امهات المؤمنین، به خاطر تنها گذاشتن حسین و خیانت به حسین، خداوند همونطوری که میفرماید لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب علیم، این رسوایی دنیاست که اینها باید به سر کله خودشون بزنن، با قمه به سرشون میزنن، با زنجیر خودشون میزنن، خاک به سر خودشون، برو آتش میگردن. این عذاب الهی است. سبحان الله. گاهی اوقات الله متعال میفرماید من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با اولیاء من در بیفتد من با او میجنگم. این الله سبحانه و تعالی ببینید که چگونه اینها رو قبل از قیامت در دنیا دارد عذاب میکند، چگونه خودشون رو میزنن، لطو پار میکنن. این عذاب الهی است.